دادگاه شهری دوشنبه سهراب ظفر رهبر گروه 24 سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان را به 30 سال و عضو گروه نسیم جان شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکم روز 10 اکتبر صادر شده است. در این باره دو منبع آگاه از مرافعه روزی 17 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. به قول مصاحبان ما، سهراب ظفر در دادگاه گفته است که به خلقم خیانت نکردم و سازمان ما تروریستی و افراطی نیست. جزئیات اتهام در دست نیست. همصفان سابقشان میگویند حکومت برای دیگراندیشی از این دو نفر نقار گرفته است. مبارزه این دو جوان به سوی یک جامعه آزاد که در آن هر یک شهروند حقوق خود و امکانیت اظهار عقیده آزاد را داشته باشد روانه شده بود. ما طلب داریم که سهراب ظفر و نسیم جان شریف فوراً آزاد کرده شوند، زیرا آنها برای حقوق‌های مردم و آزادی‌های سیاسی مبارزه می‌بردند. سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف ماه‌های فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ناپدید شدند و بعد نیم سال داستانی کل یوسف رحمان اعلان کرد که آنها را به تاجیکستان آوردند. این دو نفر سالها باز در ترکیه میزیستند و چند دفعه هم بازداشت و رها گردیدند. سازمان گروه 24 در تاجیکستان افراطگرا و ممنوع اعلان شده است.